پلیس روسیه در منطقه یوگرا در غرب سیبیر رید یا عملیات گسترده را برای تفتیش حجت مهاجران آغاز کرده است. کارمندان پلیس مثل همیشه همراه نیروهای امان در جستجوی مهاجران به محل ساختمان، انبار، خوابگاه و مرکزهای سودا رفتند. پلیس میگوید تنها در 4 روز عملیات علیه مهاجران برای قانون شکنی 400 سند ترتیب داد. در نوارها دیده میشد که یک گروهی کلان کارگران را از یک میدان بیناکاری قطار کرده به سمت ماشین پلیس میبرند. در نوار دیگر عیان است که نیروهای ویژه ناگهان به یک خوابگاه مهاجران می‌درآیند. مهاجران را در اداره پلیس به پایمال کردن قاعده بود و باش در روسیه متهم کردند. حداقل 90 مهاجر از روسیه اخراج و ورودشان به این کشور برای چند سال منع می‌شود. چند نفر از این مهاجران را الکی به مرکزهای نگهداری خارجیان جای کردند تا به کشورهایشان فرستاده شوند. پلیس نگفته است که این مهاجران شهروندان کدام کشورها هستند. در پی این رید پلیس همچنین از آغاز بیش از 50 پرونده جنایی خبر داد. گفته می شود این پرونده ها در رابطه با ثبت نام غیرقانونی، ساخته‌کاری حجت ها و تشکیل مهاجرت غیرقانونی باز شده است. مهاجران میگویند دوام 2 سال اخیر تفتیش و رید مقامات قدرتی روسیه زیاد شده است. در گذشته در پی چنین عملیات مهاجران از رفتار بد و شکنجه ماموران انتظامی شکایت کرده بودند.